درود به همگی، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروزمون. به هر جا که هستید خوشحال شاد و سربلند باشید. و موضوع ویدیو امروزمون خلاقانه ترین تبلیغاتی است که درست شدن و پیتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب و بریم سراغ ویدیوی امروزمون. من توی کارت خونم خودش رحم اجاره، اگه دنبال ملکی پایو میدم ارائه، موردای طلاییم اینجا سالن رو دیوار، اینجا سالن رو دیوار. این تبلیغ دیوار بود، سایت دیوار، همون برنامه دیواری که هممون میشناسیم. از فکر کنم بدل ایبی آوردن، خود ایبی که 100% نباید باشه، بدل ایبی آوردن و داره آهنگ میکنه واسه آگهی و تبلیغ. واقعا عجیب بود. بریم ویدیوی بعدی. هنوزم وقتی بارون میباره از این چترای بزرگ و به در نخور استفاده میکنه. اینا دیگه کهنه شده برادر من. یه محصول آوردم براتون دیگه از بارون لذت ببرید. به این صورت دوستان ببینید، یه کلاه که بارانگیره به این صورت، دیگه خیز نمیشید و از بارون لذت میبرید به همین راحتی. 2 تا رنگ بندی داره، صورتی و آبی. داداش محصولت خوبه ها، داری تبلیغ میکنه بفروشی، ولی خودت رفتی تو بیابون داری ویدیو میگیری که آبروتونه. از ما انتظار داری با همین بریم تو سطح شهر بگردیم؟ من مثلا فکر کنه یه دونه از این صورتی ها بستم دارم تو مرکز شهر همینجوری میرم این ور اون ور. بریم ویدیو بعدی. اولین تبلیغ سه‌بعدی توی ایران. بدک نیست تقریبا. بعد حالا بریم تبلیغ سه‌بعدی توی دبی رو ببینیم. ولی واقعا واسه دبی خیلی خفن تره. ویدیو کلا صدا نداره، فکر نکنی صدا رو کلا برداشتن، ویدیوش کلا صدا نداشت. این تو ایران، اینم تو دبی. دبی 40 سال پیش خرابه بود، کلا صحرا بود. ایران 40 سال پیش پیشرفته بود، واقعا پیشرفته در از الان، پیشرفته در 40 سال پیش دبی بود. اوه فقط حدس بزنید تو کامنت ها بنویسید این تبلیغ چه چیزی بود. من نمیگم، فقط شما تو کامنت ها بنویسید. بریم ویدیوی بعدی. اوه این واسه نتفلیکسه، تبلیغ سه‌بعدی نتفلیکس. اینو زدید که ترس کنم. ونوم نیست. این واقعا 14 جولای واقعا خفن بود. حرف خاصی ندارم دیگه. نتفلیکسی تو آمریکاست و اینا دیگه پیشرفته، اینا واسش عادیه. حرف خاصی ندارم. بریم ویدیوی بعدی. گذرت به جاده گلپایگان به سمت علویجه و اصفهان افتاده و به بهترین تبلیغی که تو عمرتون میبینید. سلام. اگه تو هم مسیرت به جاده گلپایگان به سمت علویجه و اصفهان افتاد، شاید نیاز به یه سوپرمارکت، نوشیدن یه فنجون قهوه و خرید خوراکی داشته باشی، یا اینکه ماشینت گاز LPG تموم کرده به کپسول گاز مایع نیاز داشتی، یا حتی نیاز به استفاده از WC داشتی. میتونی به سوپرمارکت آقای احمد هادی در فاصله 25 کیلومتری از گلپایگان واقع در روستای تیکن و در مجاورت جاده سر بزنی. فقط یه سوالی که ذهنمو درگیر کرد بعد دیدن این ویدیو، این خانم پول گرفته یا شوهر اون مغازه داره است؟ مغازه واسه خودشونه. این یکم ذهنمو مشغول کرد. ولی تبلیغش بد نبود، خوب بود. من خودم ترغیب شدم برم بخرم ازش. بریم ویدیو بعدی. هوشمندانه یعنی اینا.
تبلیغ پفک بود. بعد تو ایران میاد تبلیغ درست میکنه، لیموشو بدم، هلوشو بدم، دوغشو بدم، انشو بدم، گوهشو بدم. بابا یکم خلاقیت به خرج بدید تو رو خدا. فقط همین. بریم ویدیو بعدی. با اینو تا آخر ببینید، پشماتون میرید. خلاقیت یعنی این. Tempur-Pedic, agent of sleep. اصلا کاری با خلاقیت و اینا ندارم، ولی سطح آگهی بازرگانی درست کردنشون از سطح فیلم سینمایی های ما بالاتر بود. واقعا تأسف خوردم. این تبلیغشون بود تو این سطح، اینم فیلم های ماست تو این سطح. واقعا عجیبه. بریم ویدیو بعدی. وای، هندی هم عجیبه. نه هندی هم آدم های عجیبی هستن. تبلیغ سیمان بود. تبلیغ سیمان بود. من مثلا بعد 20 سال تازه یکم سوراخ شده. واقعا این هندی هم آدم های عجیبی هستن. اگه تا اینجا ویدیو از ویدیو خوشتون اومده که حتما اومده دیگه، ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. شوخی کردم منظورش رو. بریم ویدیو بعدی. این اینم خیلی خلاقانه است. خب این مثلا اون سفیده شورت اوناست، این مثلا قرمز شورت شرکت ایناست مثلا. L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français. واقعا جالب بود. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب تا ویدیوهای بعد. نه بریم سراغ جمله امروزمون. داشت یادم میاد. اوف اوف اوف، یه جمله واسهتون آوردم در حد لالیگا و یکم غمگین طوریه. غمگین ترین جای مجسمه لبخندی است که با چاقو تراشیدند. واقعا حرف جالبی بود. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدارتون.